یک شب بارانی در شهری کوچک، کاراگاه مهراد درست قبل از ترک اداره پلیس یک تماس اضطراری دریافت میکنه. پشت خط صدای دختری وحشت زده شنیده میشه. لطفاً کمکم کنید. یه نفر توی خونمه. مهراد سریعا آدرس رو مینویسه و به سمت اون خونه حرکت میکنه. وقتی میرسه در خونه باز و وارد میشه، صدا میزنه اما هیچ جوابی نمیاد. همه چیز خیلی عادیه، هیچ اثری از درگیری و دزدی نیست. فقط یه چیز عجیبه، روی میز ناهارخوری یک گوشی موبایل افتاده که هنوز صفحش روشنه. آخرین تماس به اداره پلیس بوده، همون تماسی که مهراد جواب داده بود. مهراد شروع میکنه به جستجو، طبقه بالا، اتاقا، حموم، آشپزخونه، همه جا. در نهایت وقتی میخواد از در اصلی خارج بشه، یه چیزی نظرشو جلب میکنه. روی دیوار کنار در با خط کمرنگی نوشته شده تو هم دیگه نمیتونی فرار کنی. در همین لحظه در با شدت بسته میشه. مهراد سعی میکنه در باز کنه اما قفل شده. گوشی خودشو در میاره تا کمک بخواد، ولی هیچ سیگنالی نیست. صدای قدم‌های آهسته از طبقه بالا شنیده میشه، کسی که مهراد رو با دقت زیر نظر داشته. اما وقتی مهراد به بالا نگاه میکنه، هیچ کسی دیده نمیشه. فقط صدای زمزمه تو هوا میپیچه. آخرین تماس بودی. اگه از این نوع سبک ویدیو دوست دارید، لایک و سابسکرایب کانال من فراموش نشه. با این کارتون خیلی به ما انرژی میدید.